سلام به همه. امروز میخوایم در رابطه با جملات موصولی یا relative clauses صحبت کنیم. جمله واره‌های موصولی برای ایجاد و ارائه اطلاعات بیشتر در جمله استفاده میشن. جمله واره‌های موصولی به دو شکل defining relative clauses، جمله موصولی های تعریفی، و non-defining relative clauses، جمله واره‌های موصولی غیر تعریف کننده تقسیم میشن. جمله موصولی تعریفی برای ارائه اطلاعات ضروری در مورد یک شخص، مکان یا یک چیز استفاده میشه. ویژگیش چیه؟ بین دو تا ویرگول یا یک ویرگول و یک نقطه نوشته میشه و اگه حذف بشه معنی جمله ناقصه. مثال: ماری کوری was the woman who discovered radium. همونطور که میبینید اگه ما who discovered radium رو حذف کنیم از جمله ما بی معنی میشه. ماری کوری was the woman جمله معنی نمیده. و ما از ضمیرهای نسبی who و that وقتی که فاعل ما انسان هست در جمله استفاده میکنیم. The machines that she made during the war helped many soldiers. مثال بعدی: The university where she studied was in Paris. همونطوری که میبینید از ور برای مکان استفاده کردیم. The person whose husband was Pierre Curie was very famous. جملات موصولی غیر تعریفی non-defining relative clauses، اینها فقط اطلاعات اضافی میدن. با ویرگول جدا میشه، اگه حذف بشه جمله ما همچنان کامله. مثال: Marie Curie who was born in Poland in 1867 became a great scientist. میبینید اگه ما جمله موصولی رو حذف کنیم باز هم جمله ما معنی میده. Marie Curie became a great scientist. She discovered radium, which is a very important element. Pierre Curie, who was her husband, worked with her on many projects.